سردارم ایستر او همسری حلیمه شهید است. شهید را آتش نمی سوزاند. با حتما و یگید چی شد؟ دختر کی شد؟ نوکر مسئولش نمیدم. یگید گفتم اما جواب نشنیدم. او در دکتر اجازه برگ خوبم. نان و نمکی خلق و وطن را زیاد دارم. من به درد خودم آواره بودم. از کجا شما رو میشنیدم؟ دیدم که تیرزه نزدیک است.
گویا که سردارم مرا بار اول دیده باشند. چشمانشان حیرت آور، چنان حیرت تا اونجا کار میکنی دیگر احتیاج به معاش هم نمیماند. دوام دیم. بدترین طرف این ناموفقیت چیست؟ نه سردار، بر دشمن حالا دنبال کبوتریم. باران در دستمون. حداقل نفری هست. قاتل دوام دارد. میدونید به هر دویتان باوری کامل دارم. حتی دور کردن نقش میبازد. وقت را از دست نداده است. پس یک کار شوید. رو زود گرفته بیار. وقت حوالا نمیکنیم. ما برای ادای امرتان آمدیم. هدف ماست همین که امکان به دست آمد کار را اجرا کن. خیلی و خیلی هم مهم است. این جنگ برای ما هم ضرور است. تقدیرمون هم
ریشی کوتاه و سفید داشت. تمام. سردارم حداقل میدانیم بخیر است رانو؟ به خدا کاری عجیب شد یگید. است. زنند. خوب. رانو خوش آمدی. سردارم. انا همین آدم سردارم. Yes, 14-12. دقت همه گروه ها. دیده شد. رحما تعقیب کنید. پس از 10 دقیقه ما میرسیم. تعقیب میکنید. یک لحظه فهمیده شد. خیلی نزدیک شدیم. فهمیده شد. نامه رانندگیت را تیار کن و نشان ده. فراموش کردی. ما маркази продюсерии ҳамсадо барномаи электронии вожанома бо 4 забон. аз дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. Телефонҳо барои маълумот 9
ماشین را یاتا کنید. ماشین را یاتا. دستم را گیر. البته. نمیفهمم چرا تو از من خفه هستید. انا نگاه کن از طرف حاضر ما خیلی مشغولیم، ما را ببخشید. شما رو نمیفهمم. نه یگید. قاتل پدرم تو هستی. کثیف. такаббурашонро бин. худашонро кӣ метарошанд? аз куҷо донам? با کسی مانند کردید در هیجانت.
رونی قفس میگذرانه. دوستانم در راهند. حق خاموش این بی‌مسئولیتی شما گران میافتد. Anacı bilmez. Merhamet. بروند. آخرین چخل میشود سردارم. به حال ما خندیده از اینجا برآمد. بالاها آشیان میگذارد. دوستان برای چی اند؟ از شما گفتم میگویم حکایه پشه و فیل را میدانید؟ مسئله لرزیدن درست است، لیکن تا این یا الله. خنده ما در پیش است. انشالله. گفتم که مرا زنده گذارند. حبس خانه‌ات برای آنها هیچ است. مجبور است که با من سازش کند. در دست چی دارد؟ سردار پشت این کبوتر خیلی بخواد
بیا شوربا میگفتی چی شد آخیر؟ دلم چیز نمیفهمم نشان داده است ما کودک هستیم که ما رو فریب میدید. او شما همه چی بوده از او بیخبر عکس‌ها را نشر کردم. وای درست میگویی نجیب. سری دادم شکست. تو خاموش شو، نخودی پیش قاشق نشو. کلام مرحمت نوشی جان. هم از ما پیشتر آمد. سرکمیسر واسطه اخبارش از ما پر زورتر بوده است. هممون عیب داریم، هممون آدمیم، اما در بینمون خبرکش نیست. میدانم. انا در دل من هم آتش افتاد. افسوس که کارمندان پلیسمان حالا هم بیرون از چارچوبه استانداردها آمدید. مرحمت. به خونه دروید. مرحمت. مرحمت گذارید.
روند. خدا شفا دهد. تشکر. بله همون جوان. بمرد یعنی بالای غم دیگر افسود. تو چی میخوای؟ دشوار می شود. بیچاره غمگین شدم. آخر ما برای بخشش پرسی آمدیم. ببخش التماس. مایلش جنگ اپا جان شما از ما کلان هستید. البته جویش باید جنگ میکنید. هیچ چیز خیر است یوسف؟ اینجا چیکار میکنی؟ من اکه نجیب رو میکوبم. در همینجا باشد. نه وای وای بخشیدم. تو چی گفتن میخواهی؟ گفتنیه ندارم آقای سودیا. هزار نهم روز دوشنبه برگزار میگردد. تا آن روز تمام موادها بس نمیزنی ها؟ وعده میدیم سودیا، وعده. بچه جونی من، بچه. غیرتی اساسی را تو نشان دادی. باز هم تشکر. تا دیدن. تا دیدن. از دانشگاه پیش کردند. اگر حبس میکردند چیکار میکردی؟ کی گفت که از دانشگاه پیش
دستت رو نمیبوسم. اوشه جان این رو بین دانشگاه میروم. جنایتی هفته گذشته که در دانشگاه رخ داده بود پلیس ایبدار دانسته می چه خیر شده است؟ یک بار دیگر کارمندان لبای سردار همه را شرمنده کردی. اون نقش رو که گرفت. اگر با من چیزی شد یا به روزنامه میدی یا به پلیس. از این کار دست کش. حالا در حبسخانه به سرم بلایی نمی آید. همش خوب می شود. همه خواست در سود به مقابلت شاهدی میدهد. مایل سردار جای اند گفته از شود. پاسبان گوش کن، ادوکاتی من می آید. من در راهم الان میرسم. سلام علیکم. عرق ننوشیده؟ جناب من
میشد. تو مرا فهمیدی؟ فهمیدی؟ بیا رفتم. جان اول خوراکت را خور بعد چیزی در کاریت را اشاره میکنم. ثبت ها رو میخوام با چه ارزی جنگ و جدال میبرند، دو نفری دیگر زن میگردند. شیری خونالود اکنون اعضای مایید. مایلش وای آمدم. پیشگیری این عمل چی نقشه دارید؟
آنها مرا تعقیب دارند. نزدیک آمدند. التماس مرا ببخشید. مسئله تجلیه برآمد. مجبورم که از پشت کار شوم تا دیدن. چهار راه را بستی میگویم. کشان راه را. حقیقی چه گفتن؟ ایستاده است. همه بلاها به سرش آمد. بچه بیتولی هم. را بهره میبردارم. با تو یک چیز گویم. حاضر تو همین گل گفتی کی؟ آقای محسن، این آدم کی باشد؟
چیب این دوادوی تو پایان ندارد. وظیفت را عوض کن. از اون کوچه یافتیم. ممکن است همین کوچه باشد. چند سال شد که سینما سینمایی که هر دویمان بار اول و آخرین رفته بودیم. فیلم؟ چی نفهمیدم. در اون کوچه یاردم میکنم و میایم. مایلش. خدمت رو نشان بدم. ها تو هم تاکسی گوش میکنم. خب فقط 5 دقیقه بعد زود پریده میرم. تمام شده باشد زود بیرو یا خدا. دارید. کدام هنرمند رو میپسندید؟ روبرت دنیرو.
آقای محسن؟ میفهمم. نیست، من برای تو جای خوب میابم. تو خدایا. نزدم بیارید آنها را. شغل رستگار مهندسی ثبت آواز و تنظیم لطیف جان سلطان مراد بابا مراد شهرت رحمت الله دولت